دو روز به این طرف قوای برق در بیمارستان رقم 4 جماعت خدایا رجبوف ناحیه وسه خاموش کرده می شود. به این سبب راهروهای بیمارستان همین گونه تاریکند. بیماران میگویند تلاش میکنند که پیش از رفتن برق خود را به پلته های سردی بیمارستان رسانند. بیبی سراغ یوسوا کلینش را برای تولد کردن آورده است. میگوید از لحظه آمدنش به بیمارستان برق و روشنایی را در اینجا ندیده است. معلوم نیست در حالت تولد کردن زن یا به طور فوق‌العاده بد شدن وضع یگان بیمار طبیبان بی‌برق چیکار خواهند کرد. بی‌برقی بر روزگار همه تأثیر میکند. صعبگل 3 روز به این طرف در دیگدان بابای خوراک میپزد. او اشاره میکند که برق نیست و با اصول بابای باید برگشت. نه 3 روز 4 شد که سوید نداریم. سوید نباشه آب نیست. شرایطمون همتری نمیرسه. ساکنان از ولایت‌های سوغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز به رادیو آزادی نوشتند که این شب و روز برق دائمی ندارند. مسئولان برق تاجیک مثل سالهای گذشته باز هم تعمیر دستگاه‌ها را بهانه می‌آورند. اما غیرتشاه محمودزاده سردار شبکه‌های برق منطقه کلا به نشریه پی گفته است که با دستور برق تاجیک لیمیت جاری شده است. با گفته او قرار است قوه برق از ساعت 8 صبح تا 17:30 بیگاه خاموش کرده شود. ساکنان میگویند حکومت به زودی لیمیت را اعلان خواهد کرد، ولی این بار باید گفت که فروش برق به خارج کشور ادامه خواهد داشت. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه.